سلام دوستان عزیز. امروز میخوام با هم دیگه یک کیک پاییزی خوش عطر رو درست کنیم. ابتدا 4 عدد تخم مرغ، یک لیوان شکر، یک قاشق غذاخوری دارچین، مقداری وانیل رو داخل همزنمون میریزیم و با دور تند همزن به مدت 5 الی 6 دقیقه هم میزنیم تا شکرمون حسابی حل بشه و به صورت کریمی و کشدار که در تصویر میبینید در بیاد. در این مرحله 3/4 پیمانه روغن مایه داشتیم اضافه میکنیم. 1 دقیقه زمان میدیم که روغنمون مخلوط بشه. بعد دستگاه همزن رو خاموش کرده 2 پیمانه هویج رنده شده که من با رنده درشت رنده کردم، میتونید با رنده ریز هم رنده کنید، اضافه میکنیم. بعد 2 پیمانه آرد داشتیم و 2 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر که حتما 3 بار الک کرده باشیم از قبل. در 3 مرحله به مایه کیکمون اضافه میکنیم و به صورت دورانی هم میزنیم تا پف کیکمون نخوابه. مایه کیک هویج یک مایه نسبتاً غلیظی هست نسبت به سایر کیک ها. قالبمون رو که از قبل چرب کرده آرد پاشی کردیم. من کنجد پاشیدم به قالبم تا روی کیکم به صورت کنجدی باشه. مواد رو داخل قالب میریزیم. بعد در فره از قبل گرم شده به مدت 1 ساعت دمای فره 175 درجه میذاریم تا کیکمون آماده بشه. روی کیکمون رو با لیستک صاف میکنیم تا به صورت گنبدی نباشه. کیکمون که حاضر شد باید اجازه بدیم که خنک بشه. از قالب در میاریم و با هر چیزی که دلخواه بود دم دست داشتیم میتونیم کیکمون رو تنظیم کنیم. من با مقداری گاناش تریپ سس درست کردم و روی کیکم رو تزیین کردم. مقداری پر گل محمدی داشتم که با اونها تزیین کردم و مقداری خلال پسته هم داشتم که تزیین کردم کیکم. و این کیک بسیار خوش عطر و خوشمزه است. حتما پیشنهاد میکنم درست کنید و در کنار چای با عزیزانتون میل کنید.